در همین قربانی کردن نام شخص قربانی گرفتن حتمیه؟ نه حتمی نیست، گرید خوب است. بسم مثلا الله الله خاصه اکبر عن محمد ابن عبدالله مثلا، یا هذا عن فلان و عن اهل بیته، این از فلانی از عبدالله و از آیله اش است. بسم الله الله اکبر میگه. خوب است گفتید، خوبه، لیکن در قرارت قلبتون اگر گفته باشید یعنی نیت کرده باشید شد که همین گوسفند مخصوصا همین گوسفند از نام من است. لیکن گفتن خوب است، سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. واتبعوه لعلکم تهتدون. جایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن گویید، جایی که نگفتن نگویید. نیت کردم بگذارم روی آوردم به قبله، آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن؟ نگفتن. ایش نگویید و اینش گویید. آخه اینجا گفتی انا خیر، اینجا گفتن که اللهم هذا عن محمد و عن آل محمد. حالا که الله تعالی میداند ای الله این از نام محمد است و از نام عائله محمد است. بسم الله الله اکبر سرش گرفتن. دویمش گفتن که ای الله اینش از نام محمد است و از نام کمبغل های امت محمد است، اونایی که امکانیت قربانی نداره اینش از نام اونها است. بسم الله الله اکبر. یعنی گفتن هم گویید، چی مشکلی داره؟ یعنی رفت و اگر آدم نگفت قربانیش درست است. مهم بسم الله. ثواب اگر ثوابی بسیارتر خواهید الحمد الله اکبر. یعنی یک بسم الله برای حلال شدن کفایه میشد، لیکن الله اکبر همچون سنت بسم الله الله اکبر ایناش حتمی هست، لیکن اوناش مستحب است. یعنی از نام فلانی پسری فلانی یا از نام عائله فلانی گفتنش مستحب است. بله.